چطوری بچه‌ها؟ حالتون خوبه؟ چه خبرها؟ بچه‌ها دوباره با رقیب داستانگو یعنی بنیامین اومدیم ها. من یه ویدیو جدید بگیریم. اگه ویدیو قبلی داد ولی این دفعه قاتلش نیستم، قاتل حریفاشم. داداشم من رفتم دهنشون نمیتونم بذارمشون. بچه‌ها برای خود بفهمید با بیابای من رو داشته باشید. داداشم بذار 2 دقیقه بیاییم. یکی بیاد تو این سر بومبی. آره داشت 2 دقیقه من یه چند نفر میکشم. من باید بگوشی تو فنگید عوض شه ولی مردم. ولی شهید مصنوع بنیامین دولتی بزا قابل حواسم نسی اعلام کرده. بابا تو یه دقیقه برنگردم. از این خورم نمیاد. بسم الله الرحمن الرحیم. فربود یه تاکسی بگیریم بریم جهنم. داخل جهنم کانتر بازی کنم خیلی مشتی میشه. آره تازه فیس کم روشن کنم. جهنم دستا بالا. من با نایف مادم جلو. حرف این بشر رو گوش نکنید. این فرق زیاد مثل شما داداش من گیر کردم. کلم گیر کرده باک خوردم. بچه تفنگم باک خوردم. نمیتونم کاری کنم باک خوردم. داده شد اون بابا ما میخورن یه فرد میکشت درست بشی. داداش باک خوردم. آجی من اومدم بیرون. بیا بچه ها ببخشید دیگه به مشکلات فنی خوردیم. فنی خوردیم. راستی این فنی جزئی نبود، اشتباه شد. این نبود جزئی من بود. داده یارو اومده تو من داره چیز میزنه. بنده خودم دارم 4 بار مردم 10 نفر بیشتر نکشم. تفنگم اون تک شاتگان. بچه ها فیسکم میخوام روشن کنم. این حاج آقا بنیامین که دوباره اومده. اینم حواسم رفت به تو من مردم. حاجی فیسکم اینم اوچی. انگل اشتباه رو بهش اشون بده. اون همش داره حرف فرقی میذاره و هوای اون بشر رو زیاد گوش نکنه. داشتم فیسکم رو خاموش کردم. راستی این ویدیو رو میگیریم که بفهمید بازی آفلاین هم حال میده. خدایی انصافا این همه آفلاین نیست. آفلاین گفتم حرف داداش منو یه شات هدشات زد. داداش یه شات هدشات زد. ایوه داخل کانتر هدشات سرم. من همین ساعتی اولیم. سلام بخیر من برات دارم. تراس ساون هوا بذاری من ببرم باز برو هوای من رو بابا یکم نمیمیرم سگ جونم. خوش برو این دولاب کنم. بری پامو به هم دیگه خورده. من نمردم. نه پاه یکی دیگه مرده بود. پاش خورده بود. خوشو تو بکن. بابا خوش حاجی من تفنگ عوض شد. ای با میخواستم یه کار شرمنده‌ای کنم بلش کن. تفنگ دوباره عوض شد. آقا تو مگه چند تا تیر زدی؟ تو تفنگ ضعیفه شد. نشون بدم بچه‌ها ازان دل واسه من بسوزه. فقط مرده بیاد اینا رو بزنیم الان میتونی ببینی باشه. اینا تفنگ اینه به بچه‌ها نشون بده. داشتم اینم وایسا این بره. آقا اینا چرا نمیمیرن؟ والا مشکل با هم دیگه مردی. میذارم نمیره. من سطیر اولیم. یا من تا اومدم بیرون یه فرمان زد. عادیه چیز عادیه. مردی بیا من شما بسوزه. ازا پیدا کنم.
بزن آشو تفنگم همین ولی این نبودم میدونم بدبختی داره تفنگم رنگش فرید رنگش خریده ولی چه خوشگله حالا داداش من اون نیومده چت کرد فقط یه چی بگم بچه ها نگین شما چیترین بعضی ها تو ویدیو قبلی گفته بودن شما چیترین آقا ما چی داریم؟ فقط چی رو زدیم میگه بقیه چیزا رو نزدیم که آره دستم یک چیز اصلا ما چیزی رو خاموش کنیم اولیه من اصلا همه رو خاموش اولیه خوش داداش منو با استایپ زد ولی کل گرفت منطقیه مثلا این زمین یا این اسمش چی قدام مثلا یه مدل روزا بفرم بچه این مدل یعنی ما رفتیم مثلا لازم به چی داره تفنگ خودش میده فقط کافیه ما بگوشید و تفنگ عوض راست میگه مجبورم که بردم نایف و ناکن به بچه هم شاید نشون بده ظهار کنن بگو بالا یا نه اینا نایف شبیه این نایفه آره شبیه این همونه نایفه. دقیقا همینه بچه ها تفنگم صد تیر شد وای یه نفر بازی رو برد بچه یکی من چون این کرد یه نفر بازی رو برد فکر کنم تیم ما برد ولی من تو فاین بومبیم من تو این بومبیم اسنایپم رفتم اسنایپ آی من رو هیچ بابا بوم من تیر تموم میشه یکی مرکز ولی مردم تا این تو بچه نها کنیم من یه پرندم آره دارم برم رواش 8 من لحظه داماد پایین نه داداش فقط یکم ما پایین تر مطمئنی بازی لایک نشد بنیامین؟ نه آقا بعضی از گوشه بچه ها بازی لایک بشه خود آدم یا میمیره آدم داداش بازی یا این بازی دیگه کیفیت به این پایین دیگه برای چی باید لایک بشه والا به گوشی سامسونگ نمیدونم چی میخوره به نوکیا داداش وصل کنیم بیزو بیزو فقط باید شطرنجی باشه بیو این بعضی بازی سبودی ها بخرید خیلی هم سگجونه فقط تو ایران سگجون نیست آره باید بده آمریکا بخریم آمریکا بازی نمیشه هفت بازی بخرم راست میگه علیزه نکنیم دوست بیدیم حتی فنگم چیه؟ چی؟ شاپکان دیگه چیه اونا شاپکان شاپکان گفت اصلا شاپکان شاپکان. با کلمات بازی کنید و حال بده با اون بازی شاپکان. نکن شاپکان آقا با هر چیزی بازی نکنیم سگی داره برخوش بندری میزنه ببین سگی داره بندری چیه؟ یه سگه دارید میبینین داره بندری میزنه هر خودش عشق داره میکنه بچه چیزا یاره ما میگه به سب بزنه فرما ننده شیروناست آقا مشکل شیشتا داریم مردیم میدن شیش من مردم کلا دو ماه بابا ببین حرکت نکرده بردم بچه بدترین شانس تو این دنیا فقط بربود داره بدترین شانس مردیم بچه ها درو به خوش ویدیو قبلی خوشترین شانسو داره که شما رو داره راست میگه ویدیو قبلی اگه دیده باشین عالی بازی کردیم او خیلی حالا بلکه شات های رد و بدل شده فقط اون هدشاتش هست بچه تو بگه عوض عروسی داداشم اینجا آقا
نه پسرا رو میگم ساعت سفیده شانس دارم دیگه وارد شد نشید دیگه. بچه هاشو این گفتم این هم اول ویدیو بذارم معلومه مشکل روانی داره دروغ میگه خوش باشه نباهم یه با دنبال کردن خودتون آره ببخشید. به قول جناب ابوالفضل به قول جناب راستش رو داریم میره دوزه دوست دارم برم باشه من دنبال تو میشم آی مردم اینجا کارما گرفتم برم رو دید قشتن من خونو فولایی اگه من بتونم آی آی مردم گفتم که بچه ببینی من رو هوا افتادم من یه پرندم داداش نزن اون اگه همچین صدایی داشت من خودم باشه یه مشکلی پیش اومد یعنی بیزنیم استو بلا دوباره داداش همه یارای ما مرده یارای ما همه مرده اینجا من باگره بندارم دارم خودم میچرخم یه سنایپر بیاد همه یارای ما رو زدن بگم چرا؟ چون همه رنگی چسبیدن آی زد تو شکمم دوباره رو هوا افتادن به شانس اوری جای دیگه نزد بیتر وای بقرا من هیچ شده امیدم تو بسر بود هیچ شد بیره ایشون شده خواهی من آدم یک چیز قشنگ زدم به امین داد یکی برد آره تایمش اومد نبرد تایمش یکی اومد نبرد من گونم عوض شد الان برد بچه دیگه گوشت خب بچه دوباره با اینا در بخشی خشتگش زد پاره است مشکل خشتگ بچه حرفا اینو گوش نکن